ناظرین گرامی، قبلا تشریف شما رو با شهر ایسا پیام مقدم گفتم. برای حضور در نشست مطبوعاتی رئیس شهر عرضی سپاس می‌کنم. نشست مطبوعاتی امروز در اساس امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دستور نامه‌ای دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 10 یولی سال 2025 ترک رقمی 26 برآورده وابسته به تشکیل و گذراندن نشست‌های مطبوعاتی اویی و جمع‌بسط نتیجه‌های رشد اجتماعی و اقتصادی شهر در نیم ساله یکم سال 2025 دعوت کرده شده است. به نشست مطبوعاتی امروز نمایندگان و نشریه‌های جمهوری محلی، رادیو و تلویزیون دعوت شدند و در نشست اشتراک دارند. محترم نمایندگان واسطه های اخبار آمد برای شناسایی با وضع اجتماعی و اقتصادی شهر در نیم ساله یکم سال 2025 به شما در شکل پرس ریلیز معلوماتنامه دسترس پیدا شده است. میگفتید که چند شرکتی ساختمانی این زمان اجازه فعالیت دارند و در ادامه همین سوال میخواستیم از سرمعمار بپرسیم که آیا همین بناها و طلبات بخطری جوابگوی هستند یا نه؟ چون احساس میشود که بعضی از بناها خیلی مثلا در مسافه خیلی حتی زیچ جای گرفتن و حتی آدمی که متخصص این سمت نیست میتواند این رو احساس کند. در همین مورد بخطری نگفتید و شماره عمومی شرکت هایی که اجازه فعالیت ساختمانی دارند. تشکر. مراجعه ولی شرکت گفته شده 147 مراجعه شدگی است به مقامات. از همین در 89 موضع میگه که در 89 موضع حاضر کارهای ساختمانی در مرکز شهر رفته شده است. این حساب می‌کنه قریب 4200 موضوع پیشنهاد داریم. 4200 نفر کار فعالیت کرده شده. نسبت تطبیق نقشه گنرالی جایگیرانی شرایط نداریم. نقشه گنرالی عمل شده شدن و آنها هم از اکسپرتیز دولتی گذاشتن و اجازه ساختمان دارند که به همگان معلوم است که هنگام گذاشتن اکسپرتیز دولتی همه معیارهای ساختمانی از جانب متخصصان همه گونه سراغ از آن جمله معماری و آبوکارزی و دیگر سراغ‌ها همه به نوبت گرفته میشن و ایرادها قبول کرده میشن. بعد از اصلاح نمودن ایرادها بعد خلاصه نسبی اکسپرتیز دسترس کرده میشن. در زمینه آن اجازه ساختمان و ساختمانچیان داده میشن. در حدود همین شهرک ایسار 39 کارخانه هست که دارای فعالیت کارهای ساختمانی را دارند و ساختمان را عملی کرده شدند. یک جمعه داریم. این همی آمدیم، بله اینجا آمدیم. اونجا بسیار زیچ و هم طرف کمودی هم شده بودیم. باید ما نقشه گنرالی را برای بازبینی ایسر نو با استثنای همین 3 اماراتی که در همون گردش جایگیر شدگی هستند همش در وزارت اداره ها از سر نو خلاصه گرفته شده برای که تا سال 2031 مرکز شهر به نقشه گرفته شده است 50,000 اهالی. حاضر حساباتی که ما در دست داریم قریب 32,000 استقامت کرده است. حالی برای همون خدمت رسانی ما در مشکلی ندارد. فقط ما با بسیارتر کار کردن در کار تمامی همون راهی که تو قلعه که سر می‌رویم این طرف این بالای کانال میگیم پایان اینجا یگان زمینی و خانه های زمینی دیگر نمی‌ماند. البته اگر همون مرکز خراسان میگیم وقتی که در آمدی همون شهریسار اگر دیده باشیم همون خانه های زمینی را خیزونده حاضر ساختمان البته 6 و 7 طبقه رفته شده است. لیکن این کمبودی که حاضر شما گفتید این من از بجوی
архитектор гап мезанем ки шуд ҳаминҷо шудагӣ ҳаст. Дигар ин баъд болои инда ҳамин ҷое ки шумо дар назар дорем ҳамун парковка мегем тахтхонаҳо ҷое ки мошин ҳамунам надорад. Ояндаша мо сахт назорат карда ҳисобем ки фақат як мағоза не ҷои бозӣ кӯдакон ҷои мошина ҳамаша байнон. Доираи тағйирот ба кодекси ҷиноӣ вобаста ба нерӯи вақт мегӯяд ки дар ин давра чӣ қадар тонишканӣ дар ин самт ошкор гардид, чанд нафар вуҷуддор ва чӣ қадар маблағҳо барқарор гардиданд. соли гузашта дар 6 моҳи аввал 2986 адад сабаби фоидаҳои таъқиб додагӣ буд дар шаҳри ҳисор. 6 моҳи ҳозирина 366 ададро дар бар гирифт, 2620 адад камтар аз соли гузашта. 6 моҳ 19 нафар инае ки ҷиноӣ кардид. او با پرونده داشتن که معمولی خطیبی خیلی اصلاح کرد شد ما با در یادوی بقدرات بانده تقریبا کرده بازیر مردم هم باید یعنی کروه فرمونده دیگه چکره که همه مشاهده است یعنی دستور گرفته بودیم قانون قبول شد بعد قانون قبول شده دیگر بازیر که معنیدانون نیست کامنده مردم هم مفهمده بازیر یعنی مبلغ گذاری و بعد همون چیزه بیلینگی میگن همون حساب کنن تو بیلینگی همون آغازی ما نظرات داریم که فویز 30 شد یعنی 60-70 فویز رو اجرایش دارن که در اون کار کرده ایسا نهایی همون حساب کننگاهی که توصیه‌ای است با طاعت از خانه ها بیرون برآوردن همین قطعی ما نظرات داریم لیکن مدنیت استفاده بعدی خواه بعد در بین اهالی و پرداخت حق خدمتی بعدی قبول قانون نه اینکه شهر شد در اصل یادو و تنظیم پولی بگیم در این شد ولی ما نسبت همین دوره سال گذشته 29 فایز تلفن 6 ماه از خدمت کرده لیکن اینا بعضی چیزایی دارد که اینا اصلاح شوندن باید حساب‌کتاب مورد روی کرده بگیرد. شهروندی میگفتند که در این دوره چند نفر اویله‌های جوان را که در پای پشتوری قرار داشتن برقرار کردند و عموما همین وضع پشتوری اویله‌ها در شهر چگونه است؟ 139 اویله دارد. های کسب در این نوسان و این گروه قشر جامعه چگونه است و چقدر مرکزها فعالیت میکنند و در مجموع در سطح ناحیه چقدر معلومات و خرج گرفته شده است. تشکر زیاد. در شهر ایسان مکتب اینترنت جمهوری نظامش مخصوص برای کودکان معلوم و مکتب اینترنت جمهوری برای کودکان نابینا و تعلیم و تحصیل فرا گرفته شده است. در برابر این سودی کودکان سر کرده همه همین عبارت معلوماتی مفصل رو دارش قربان باید خیلی نمویم که در نزد دو مکتب جمهوری جلوی همه این سمت تعلیم و تحصیل روند کسب آموزی هم فعالیت کرده ایستادند که دخترانها با دوختن لباس کتادوزی بافندگی و سوار میشن با دوختن فرزاد و دیگر کسب و کار اونها علاقه در همون مجرای تعلیمی جمهوری آماده کرده ایستادند. غیر از این در جماعت دهات دوربرد مرکزی ماهرو تشکیلات ماهرو در آنجا فعالیت دارد که کودکانی زیاده از 70 نفر کودکانی معیوب در آنجا هم طبابت و هم دخترکانی معیوب و دوزندگی و کسب آموزی دوزندگی در آنجا فعالیت شده شدند. وابسته به این سوال اگر از جانب شعبه حفظ اجتماعی زیاده از 44
нафар майюбон, арубачаҳо ва асоба ғавҳодира дигар тақдим кунад. اگر خانم بردین ساعت دیگه خیلی شد رحمت کلام برای اشتیاق فراوان ما خیلی با تجربه دیگر شد بعضی چی را فهمیدیم در آینده کوشش میکنیم که با مسئولیتی از دیگر کار و فعالیت کرده در پیشروی تمام ساحه ها سر گردنده شما دارم